خب خاطره که میخوام براتون تعریف کنم خیلی خیلی طولانیه، گمان کنم نزدیک 1 ساعت میشه. البته من رکوردم 35 دقیقه بوده تو خاطره گفتن، ولی این خیلی خیلی طولانیه. بنابراین خاطره رو چند قسمت میکنم، حداقل 2 قسمت. خاطره که میخوام براتون تعریف کنم در رابطه با سفریه که من به سیبری داشتم 20 سال پیش، سال 1380 بود. یادتون یه خاطره تعریف کردم در رابطه با یک هنرمند روس، کاریکاتوریست معروف روس که 25 سال پیش به ایران اومده بود و الکلی تیر بود، مشروب خور بود. اینجا مشروب پیدا نکرده که دوستای من با موتور اینو سوار کرد و برد مشروب گرفت، از این عرق سگی ها تو پلاستیک گرفت و بعد برد خونهش، اینا مشروبه رو خوردن و اینا. بعد حال طرف خراب شد، کارش به بیمارستان اینا رسید. و باز تو همون خاطره گفتم که 5 سال بعدش من رفتم روسیه برای گرفتن یک جایزه که همین خارجی اونجا بود، همین داور روس اونجا بود و در برنامه زنده تلویزیونی اونجا در حقیقت سفرش به ایران رو تعریف کرد و خیلی خاطره خنده‌داری شد. خیلی از ایرانی‌ها تعریف کرد از جشنواره و شهرهای ایران و فلان اینا، ولی تمرکزش بیشتر روی اون مشروبی بود که خورده بود و خیلی خنده‌دار شد. حتی با وجودی که پخش زنده بود از چند تا شبکه تلویزیونی منطقه سیبری، چند روز بعدش هم ما دیدیم که اونجا دوباره تیکای در حقیقت مصاحبه اینو و خاطره‌گویی اینو پخش کردن. پس الان داستانی که میخوام بگم در حقیقت سفر من سال 1380 به شهر سورگوت در شمال روسیه است، حدوداً تو منطقه سیبری. من اونجا یک جایزه برنده شدم برای یک جشنواره کاریکاتور و نامه برام اومد که تو جایزه برنده شدیم. من و همسرم درخواست دادیم که در حقیقت ویزا بهمون بدن با دعوتنامه‌ای که اونا فرستاده بودن و پا شدیم رفتیم اونجا. ما قرار بود 3 روز مسکو باشیم، 4-5 روز همون شهر سورگوت تو سیبری باشیم، دوباره برگردیم چند روز مسکو، بعد برگردیم ایران. اون 3 روزی که ما مسکو بودیم برنده های دیگر اون جشنواره که از کشورهای دیگه بودن 5-6 تا خارجی بودن، اونا هم در حقیقت اومده بودن مسکو. روز سومی که ما در مسکو بودیم قرار شد بریم فرودگاه، رفتیم فرودگاه. بعد اونجا من با یک سری خارجی ها آشنا شدم، خارجیایی که تا قبل از اون عکسشون رو تو کاتالوگ و کتابا دیده بودم. اونا هم همینجوری منو فقط از چهره و کارا و اینا میشناختن. من و همسرم به اتفاق اون 5-6 تا خارجی که از کشورهای مختلف بودن و یه سری روس دیگه سوار هواپیما شدیم که بریم سورگوت. زمستونم بود. موقعی که ما در مسکو بودیم هوا 25 درجه زیر صفر بود. رفتیم سورگوت، شب ساعت 2 صبح رسیدیم اونجا. 2 صبح که رسیدیم هوا 45 درجه زیر صفر بود و یک سرمای بسیار عجیب غریب که من فقط شنیده بودم یا تو فیلم ها دیده بودم و اصلا تجربه نکرده بودم. خلاصه ما که رسیدیم اونجا ساعت 2 صبح که رسیدیم از هواپیما پیاده شدیم و اومدیم تو فرودگاه. یه فرودگاه خیلی کوچیک و محلی داشت. شهر سورگوت یه شهریه که الان که دارم برای شما تعریف میکنم داستانشو 70 سال قدمت داره. اون موقع 50 سال قدمت داشت. یه شهر نفتیه. به واسطه نفتی که اونجا کشف کرده بودن دیگه اونجا به یک شهر تبدیل شده بود و یک شهر نفتی و یک شهر صنعتی بود. یک موزه‌ای داشت اونجا، موزه هنرهای معاصر شهر سورگوت. اون این جشنواره رو برگزار کرده بود. البته اسپانسر داشت از حالا جاهای مختلف که بعداً بهتون میگم، ولی هزینه اصلی این جشنواره رو شهردار اونجا داده بود. شهردار شهر سورگوت داده بود. در طول زمانی که ما ایران بودیم، هنوز نرفته بودیم روسیه، با ایمیل با یک نفر در ارتباط بودیم. اون به ما میگفت که چیکار باید بکنیم، کی میرسیم، برنامه سفرمون رو داده بود. هر مشکلی داشتیم از اون میپرسیدیم، هر سوالی داشتیم از اون میپرسیدیم. یه خانومی بود به نام اولگا که بعد که ما رسیدیم فرودگاه شهر سورگوت این خانم رو دیدیم. حساب کن خانم اولگا که معاون رئیس موزه هنرهای معاصر شهر اونجا بود، این با تمام این خارجی ها در ارتباط بود. هیچ کدومونم قیافه‌شو ندیده بودیم. موقعی که رسیدیم اونجا دیدیم که یک خانم مثلا بسیار بسیار زیبا. حالا همه میدونن که بالاخره خانم‌های روسیه خب خیلی زیبا هستن. این خانم شاید یکی از زیباترین خانم‌هایی بود که در حقیقت حداقل تو اون شهر سورگوت بود. ما که رسیدیم اونجا بعد همه تعجب کردن که یه همچین خانمی بود که با ما در ارتباط بود. خب خارجی هم که این چیزا رو ندارن.
شروع کردن بغل کردن این مردای دیگه‌ای که حالا در حقیقت دعوت بودن و برنده جایزه شده بودن. بغلش کردن، وای اولگا تو چقدر زیبایی، تو چقدر خوشگلی اینا. همون لحظه من و خانومم یه چیزی رو متوجه شدیم. خانوم منم محجبه است. یک چیزی رو متوجه شدیم. دیدیم که همه میان به سمت اولگا و کسی خیلی رئیس موزه رو تحویل نمیگیره. رئیس موزه یه خانمی بود هولوش 50 سال، حدودا 50 سال هولوش، حدود 50 سال، که اونم خانم زیبایی بود. ولی چیزی که ما متوجه شدیم، دیدیم که چون همه میرن به سمت اولگا، به سمت معاون این خانم یه حالتی نگاه میکنه و لبخند میزنه، ولی انگار مثلا یه حسادتی باشه و یه همچین چیزایی پیش اومد که از اون لحظه که ما اونجا رسیدیم حواسمون به این دو نفر بود و برخورد این دو نفر مثلا با هم دیگه. برای ما یک مترجم گرفته بودن، یعنی تنها کسی که تو جشنواره مترجم داشت ما بودیم. بقیه یا انگلیسی دست پا شکسته صحبت میکردن یا حالا روسی صحبت میکردن، چون مثلا رومانی و فلان اینا بودن، نمیدونم حالا چجوری، ولی بالاخره ارتباط میگرفتن با یه سری کلمات با هم دیگه. برای ما یک مترجمی آورده بودن که این مترجم اهل تاجیکستان بود، یه آقایی که تاجیک بود، اسمش چی بود؟ کامل. اسم این آقا کامل بود، مسلمون هم بود، یه قد بلند، خیلی خیلی درشت. و ما یه آماری از این کامل داشتیم، آقای کامل، چون موقعی که ما اون 3 روزی که مسکو بودیم، رایزنی که رفته بودیم، رایزنی تلفنی با اون شهر سورگوت صحبت میکرد، میگفت ایرانیا هموطنای ما اومدن و یه سری ارتباطات رو اینا میگرفتن از طریق رایزنی با اون جشنواره. و اون جشنواره بهشون گفته بودش که به رایزن فرهنگی گفته بودش که به عظیمی و خانومش بگه نگران نباشن، نگران صحبت کردن نباشن. ما یه مترجمی گرفتیم که همزبون ایناست. در حقیقت تاجیکا هم خب فارسی صحبت میکنن دیگه، ولی فارسیشون خب خیلی خیلی قدیمیه، انگار مثلا داری شما شاهنامه میخونی. تازه باز شاهنامه کلمات و جملات و شعرها و اینا خیلی سلیس‌تره، خیلی سخت فارسی صحبت میکردن، حتی بعضی کلماتش رو ما نمیدونستیم، ولی تا 60-70% متوجه میشدیم. پس آقای کامل که اهل تاجیکستان بود مترجم ما بود. رایزن فرهنگی هم یه چیز عجیبی به ما گفت چه جالبه که اینا از یک تاجیک اومدن به عنوان مترجم استفاده کردن برای یه کار فرهنگی، چون در روسیه خیلی تاجیکا رو تحویل نمیگیرن و بیشتر مرداشون کارهای سخت و طاقت فرسا رو در روسیه انجام میدن. و البته من با خیلی از تاجیکا تا حالا برخورد داشتم، مخصوصا هنرمندای تاجیک، چه خانم چه آقا، تو این سالها، و خیلی آدمای باحال و میزون و درجه یکی بودن. ولی گفت تو روسیه کلا تاجیکا رو تحویل نمیگیرن. پس ما موقعی که اونجا رسیدیم، این آقای کاملا بود، یه سری ترجمه و فلان اینا دیگه، ماشینا حرکت کردیم رفتیم به سمت هتل. هتلی هم که برامون تو شهر در نظر گرفته، هتلی بود که قرار بود با این جشنواره افتتاح شه و جزو اسپانسرهای جشنواره هم بود. و چون بالاخره یک سری خارجی می اومدن، براشون جالب بود که یک سری خارجی که حالا هنرمندن افتتاحشون مثلا با میهمانان خارجی باشه. خلاصه دیگه شب تو هتل موندیم، قرار بود فردا صبحش مثلا بریم یه جاهایی رو مثلا بگردیم. یه برنامه‌ای هم به ما داده بودن که فلان روز فلان کارو می‌کنیم، فلان جا برای نهار میریم، برای گردش میریم. اولین جایی که ما رو بردن کل شهر که البته میگم چون شهر کوچیکی بود، یک بخش عمده از شهر رو به ما نشون دادن. چیز جالبی که برای اولین بار برای من اتفاق افتاد به عنوان کسی که کار هنری میکنه این بود که اون کاریکاتور من که جایزه بین‌المللی جایزه گرفته بود تو این جشنواره روی بیلبوردها بود. یعنی ما 5-6 تا خارجی بودیم که جایزه گرفته بودیم، کارامون رو بیلبوردها زده بودن و همونجوری که با ماشین میچرخیدیم مثلا میگفت اینجا اینطوریه اونجا اونطوریه، به بیلبوردامون که میرسیدیم پیاده میشدیم و کنار کاریکاتور خودمون عکس میگرفتیم، جمع میشدیم. خیلی از عزیزان میگن که این چیزایی که تعریف میکنی، مثلا این بیلبورده یا فلان جای فلان لباسو پوشیدی یا فلان اتفاق افتاد یا راجع به فلان آدم میگه، عکسش هم بذار. چون من موبایلمو اینجا نصب میکنم و یه تیک میگیرم این ویدیو رو و تدوین و اینا نمیکنم، پس نمیتونم یه همچین کاری بکنم. وگرنه خیلی دوست داشتم عکسایی که گرفته بودیم و میذاشتم. اون موقع من یه دوربین داشتم، یه دوربین یاشیکا بود که مثلا همین فیلم میخورد دیگه، 34-5 تا عکس میگرفت، با اون عکس میگرفتم. برای اولین بار تو عمرم اونجا یک نفر یه روسی اومده بود که یه دوربین دیجیتال داشت و ما تو اون در حقیقت پایینش تو اون صفحه میدیدیم چه عکسایی میندازه و خیلی عجیب غریب بود. شنیده بودم که مثلا این دوربینا اومده، ولی اینکه یه نفر اینو داشته باشه نمیدونستم. بس اون آدمم یه عالمه میتونست عکس بگیره که خیلی از عکسامون اون گرفت با دوربینش.
خلاصه رفتیم گشتیم و فلان اینا. یه جایی ما رو بردن خیلی جالب بود، ما رو بردن یه کارخونه مشروب سازی، یه کارخونه مشروب سازی خیلی ظاهرا مطرحی هم بود که حتی میگن که قبل از اینکه بخوان اینجا شهر بشه و اینا این کارخونه بود. مشروبایی هم که تولید میکرد نمیدونم حالا ویسکی بود شامپاین بود نمیدونم، خیلی من وارد نیستم به این قضیه، ولی مشروبی که تولید میکرد اینا رو میبردن طرفای اقیانوس منجمد شمالی و اینا رو زیر یخ میذاشتن در یک عمق خیلی زیاد، مثلا 5 سال 10 سال 15 سال زیر یخ میذاشتن، بعد میآوردن بیرون و عرضه میکردن و میگفتن این مشروب در بسیاری از میهمانیایی که میهمانیای بزرگی که رئیس جمهورای کشورهای مختلف دارن یا کسایی که میان روسیه از مشروب این کارخونه استفاده میکنن. خیلی پوزه اینو دادن به ما. خلاصه ما رفتیم جاهای مختلف و دیدیم دیگه، همین برنامه‌ریزی سفرم به ما داده بودن دیگه. ما قبل از اختتامیه اتفاق خیلی باحال و عجیب غریب افتاد. قبل از اختتامیه یک میهمانی بود که روز دوم یا سوم بود که شهردار ما رو میهمان کرد. ما تا حالا شهردار رو ندیده بودیم. شهردارم در کشورهای دیگه خب خیلی یعنی بالاترین مرجع یک شهر داره. این رئیس جمهور اینجا چجوریه میاد همه تحویل میگیرن میدونن دورش فلان و خیابونا رو میبندن اینا. برای این شهردارا همچین اتفاقی میافتاد. یک میهمانی بود که در حقیقت میهمانی شهردار بود، ما دعوت شدیم، شامم بود و ما رفتیم اونجا. قبل از اینکه من این میهمانی خاص رو بگم و خاطرمو اینجا تموم کنم، خاطرمو اگه بخوام بگم خاطری که راجع به شهر شورگوت داشتم، من گمون کنم 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول بکشه و فکر نمی‌کردم اینقدر طولانی باشه. موقعی که اینجا نوشتم تیکاشو دیدم که همه اینا رو بخوام بگم خیلی طول میکشه. بس بنابراین من برای اولین بار میخوام خاطرمو بخش کنم. حالا بخش دوم یا سومیشو بعداً میگم، حالا شاید بعد از عید باشه. قبل از که من راجع به این مهمانی خیلی خاص براتون بگم، اینو بگم که این آقای کامل که در حقیقت مترجم ما بود، مسلمونم بود و از همون اولی که ما رو دید، ماه رمضان هم بود که ما اونجا بودیم. من و همسرم روزه نبودیم به خاطر این سفری که داشتیم. کامل همش به اینا به روسی میگفتش که آقا نگاه کن، مثلا من و عظیمی و همسرش مسلمانیم، الان ماه رمضانه، ما روزه نمیگیریم، ما روزه میگیریم، ما نمیدونم فلان. اینا برای این روزه نگرفتن که مسافرن. کلا داشت اینطوری راجع به روزه‌داری، راجع به اسلام و اینا خیلی برای اینا صحبت میکرد. از صحبت‌ها و برخوردشم اینطور متوجه شدم که هرچند نفهمیدم کار اصلی این آقای کامل چیه، ولی فهمیدم که کامل یک کار خیلی شاید سطح پایین داشته باشه و چون الان این موقعیت بهش داده شده که بیاد مترجم باشه در محافل هنری و فلان این جاها باشه و اینا، خیلی کیف میکرد و خیلی با این قضیه پوز میداد، انگار یه عمری تو سرش زدن و الان یک فرصتیه که بیشتر شاید خودشو مطرح بکنه. اخلاق خیلی خاص و عجیب غریبی هم داشت. خیلی چیزا رو برای ما ترجمه نمی‌کرد. مثلا ما وایساده بودیم، من همسر داشتیم راجع به چیزی صحبت می‌کردیم، بعد یه دیدیم که 2 تا روس که حالا جزء جشنواره بودن، هی با لبخند راجع به ما یه چیزی میگن، هی میخوان با ما صحبت بکنن. بعد کامل کنار ما بود. به کامل میگفتم که کامل چی داره میگه؟ کامل میگفت هیچ، ایشان بر خود سخن میگوین، سخنشان پرت است، پرت، بر تو سخن نمیگوین. گفتم آقا جان داره راجع به ما صحبت میکنه. حمال ترجمه نمیکرد خیلی چیزا رو، یعنی میپیچون و هی گفتم آقا داره راجع به ما صحبت میکنه. بارها این قضیه پیش اومد که اصلا ما از این کامل دیگه شاکی بودیم. یه چیز جذاب دیگه هم بهتون بگم که از این بعداً توی خاطره قسمت دوم و سوم استفاده خواهم کرد، اینی که کامل روزه بود دیگه و جالب اینه که اونجا ساعت 10:30 یا 11 صبح هوا روشن میشد و ساعت 2:30 بعد از ظهر، یعنی 3-4 ساعت بعد هوا تاریک میشد. پس بنابراین اگه قرار بود کسی روزه بگیره 3-4 ساعت فقط با چی نمیخورد. بعد حالا بهتون میگم این کامل چه پوستی از ما کرد. خلاصه دیگه ما رفتیم تا به اون مهمونی رسیدیم. شب رفتیم اون مهمونی خیلی خاص، مهمونی که من تو فیلم‌ها واقعا دیده بودم. مثلا موقعی که ما رفتیم و اینا 2-3 تا خانم اومدن، نمیدونم پالتوهای ما رو گرفتن، آویزون کردن و چند تا خانم اومدن مثلا راهنمایی میکردن همه مهمونا رو. رفتیم یک سالن بسیار بسیار بزرگ و لوکس و عجیب غریب، سالنی که مثلا مال خود شهرداری بود و خیلی شیک و خاص بود. قبلش ما میشنیدیم که صدای موسیقی داره از سالن میاد، قبل از که بریم تو سالن. همین که ما وارد شدیم یه نفر بود اونجا پیانو میزد، دفعه دیدیم که یکی از
موسیقیای آقای روحانی رو زد برامون، یک موسیقی ایرانی. یعنی مثلا حتی در این حد هماهنگ کرده بودن که ما موقعی که وارد میشیم یک موسیقی ایرانی در حقیقت پخش بشه. ما رفتیم روی یک میز نشستیم که چند تا جای خالی داشت. بعدا متوجه شدیم که شهردار هنوز نیومده بود با همسرش. شهردار هم قراره بیاد رو همون میز بشینه. میزای دیگه هم همه پر بود. خلاصه اونجا نشستیم و یه سری پذیرایی شد از همون غذاهای مختلف و فلان اینا، تا حالا پیش غذا بود بیشتر، تا اینکه بخوایم به شام برسیم. یه چیزی که اونا روش خیلی مانور میدادن، دیسای شیرینی داشتن که شیرینی‌های گنده شبیه همین شیرینی‌های تر خودمون، ولی روش پر از خاویار بود. خاویاری که اندازه دونه‌های تسبیح بود، بعد رنگ‌های طلایی داشت، زرد داشت، یه چیز عجیب غریبی بود. خودشون هم خیلی تعارف می‌کردن که ما این خاویار رو بخوریم. خب خاویارم از نظر خود من خب خیلی چیز بدمزه‌ایه، یعنی حساب کن یه چیز شیرینی که روش خاویار باشه اصلا می‌خوردی یک کوفتی بود. و مثلا ما هم دیگه زورکی مثلا خوردیم و اینا. حالا بالاخره برای شام بود دیگه. این آقای کاملم دیگه حالا مثلا میتونست غذا بخوره. کامل یه کار بیکلاسی که میکرد و باعث آبروریزی بود این بود که بالاخره چسبیده بود به ما، بالاخره اینم مسلمون بود، در کنار ما بود، از همه چی میخورد. حتی روی یک میزای دیگه ای میدید که غذاهایی هست که رو میز ما نیست، مثلا بلند میشد با لبخند. خیلی خیلی هم آدم درشتی بود، خیلی شاید نزدیک 2 متر قد داشت و 1.5 متر پهنا، یه آدم خیلی خیلی گنده. و میرفت رو میزای دیگه هم مثلا غذا رو میخورد و به روسیه چیزی بهشون میگفت و اینا. چون اونا هم همه میدونستن این تاجیکه، از برخورد و نگاهاشون به این ما میفهمیدیم که خیلی اینو تحویل نمیگیرن و معلوم بود که رفتار خیلی درستی شاید با این نداشته باشن. خلاصه دیگه کامل اومد نشست و فلان اینا. یه زنگی زدن، یک زنگ خیلی گنده‌ای بود که 2 بار این زنگ نواخته شد تو مهمونی. اولیش به خاطر ورود شهردار بود. یعنی شهردار اومد و همه بلند شدن. شهردار هم یه آدم خیلی مثلا شاید یه نفر مرد 45 ساله خیلی خوشتیپ و خوشقیافه، عین این بازیگرای خیلی خیلی درجه یک هالیوودی اومد با همسرش، خانومش هم خیلی شیک، لباسا خیلی شیک. ما هم همه سعی کرده بودیم تیپ بزنیم. لباسامون هم لباسای شاید بدی نبود، البته نسبت به اونا نه، یه خورده شاید دموده بودیم، ولی تیپمون باحال بود. تیپای خاصه مثلا حتی رنگی هم زده بودیم. جالبه که مثلا ما سال قبلش گنبد بودیم، همسر من از گنبد یه عالم شالای خاص دستدوز خریده بود که اون شالا رو سر میکرد. و همون شب اولی که ما رسیدیم تو سرگوت، رسیدیم تو فرودگاه، همین اولگا که میگم بسیار زیبا بود و حتی رئیس موزه واکنش نشون دادن به شالی که مثلا همسر من داشت. مثلا گفتن چقدر زیباست، چقدر خاصه، نمیدونم. همون موقع پرسیدن این مال کدوم منطقه است. یه آمار اینطوری مثلا گرفته بودن. پس همسر من به عنوان یه کسی که با حجاب بود اونجا، ولی تیپش خیلی تیپ خاص و باحالی بود. شهردار اومد، صاف هم اومد پیش ما. نمیدونم شاید خارجی ترین مهمونی که دعوت کرده بودن یا شاید هم خاص ترین مهمونی که دعوت کرده بودن ما بودیم. و یه چیزی هم من بهتون بگم، حتی یک سری غذا برای ما آوردن اونجا، گفتن که اگر شما از این غذاها خوشتون نیامد، اینا غذاهای ایرانیه، ما برای شما درست کردیم. در این حد اینا تحقیق کرده بودن و حتی غذای ایرانی هرچند ما خوردیم بیشتر شبیه غذاهای لبنانی بود، اصلا شبیه غذای ایرانی نبود، ولی ضایع هم نکردیم. گفتیم که چه جالب، مثلا شما عین دستپخت ماست، همش هم این میپرسیدن. حتی سرآشپز اونجا اومد باز راجع به این غذا گفت مثلا دوست داشتیم فلان اینا. خلاص یک احترام خاصی قائل بودن. شهردار با همسرش اومدن، اول اومدن سلام علیک و فلان اینا، پرسید این مثلا 2 3 روزه که اینجا بودیم بهتون خوش گذشت، مسکو چطور بود فلان بود، آیا همه چی میزون بود، پروازتون خوب بود. بعد خب ما خیلی تشکر کردیم و اینا. شهردار اومد اون اول میز، چی میگن الان میزمون اینطوری باشه، اون رأس میز نشست با همسرش هم کنارش بود. ماها که مهمونای خارجی هم بودیم به علاوه رئیس موزه اون خانومه و معاونش اولگا و اینا، این همه دوره میز بودیم. خلاصه دیگه شروع کردیم غذا خوردن و فلان و صحبت و این چیزا. دوباره زنگ نواخته شد و دیدیم که چند نفر اومدن، چند تا خانم اومدن با لباسای محلی خود مثلا اونا. یک سینی گردی بود خیلی هم خوشگل بود سینیه، یه بطری مشروب روش بود. این مشروبه از همون مشروبایی بود که ما کارخونه‌شو برده بودن نشون دادن.
دفعه همه بلند شدن دیگه به افتخار مشروبه دست زدن فلان رو تحسین کردن. ما هم مثلا این چیزا رو که نمی‌دونستیم، ما مثلا جو گرفته بود، ما مثلا خیلی چیز کردیم، دست دادیم دیگه مشروب آوردن. بعد روی یک میز خاصی گذاشتن که از قبل اونجا بود، رو میزه یک عالمه فنجونای کوچیک، پیچ میگن، گیلاس میگن، بزرگ نبود، کوچولو بود، خیلی کوچولو بود. از اون مشروبه که مثلا میگفتن 10 سال 15 سال زیر یخای سیبری بوده، که حتی نمیدونم الان شامپاین بود، ویسکی بود، عرق بود، نمیدونم آبجو که مطمئنا نبود، ولی نمیدونم واقعا چی بود. از اون ریختن، قطره‌ای میریختن، خیلی کم، حتی برای شهردارم که ریختن به همون اندازه. یه عالمه حساب کنید از این گیلاس‌های کوچیک روی سینی، 2 تا سینی بود و خانم‌ها اومد به همه مهمونا هم ندادن چون نمیرسید واقعا، همون یه بطرم بود. خلاصه آوردن دادن و فلان اینا. بعد یه چیزی که اونجا بود باحال بود، با وجودی که روسا مشروب خور تیرن، ولی توی هر جایی که مثلا ما رستوران چیزی میرفتیم همیشه یه چیزی مثل آب پرتقال و اینا بود. یعنی اگر با یک سینی مشروب می آوردن، تو یک سینی هم آب پرتقال اینا بود، که حالا من بعدا میگم که همینا باعث چه اتفاقاتی شد. خلاصه آوردن اینا دیگه به ما دادن، ما هم گرفتیم و اینا. بعد من به کامل گفتم کامل تا گن نزدیم به اینا بگو که ما مثلا مشروب نمیخوریم، مثلا بگو الان مثلا ما رمضون فلان یه چیزی بگو، ما که مشروب خور نیستیم. بعد کامل به اونا گفت، به شهردار و به اون سمت گفت و اینا، مثلا عظیمی و همسرش نمیتونن مثلا مشروب بخورن و اینا، برای ما آب میوه آوردن. بعد 2-3 نفر دیگه هم آوردن، خود کامل هم آب میوه گرفت. خلاصه پا شدیم، شهردار یه صحبت کوتاهی کرد که نفهمیدیم واقعا چی بود، چون کامل حمال اصلا ترجمه نمی‌کرد این چیزا رو. هر وقت میگفتیم چی داره میگه او هیچ، بر خود سخن میگوید، بر تو نمیگوید. خلاصه دیگه خوردیم و اینا، یه صحبت کردیم، اینا نشستیم تا یه اتفاق جالب افتاد. یه نفر بود که اونجا پیانو میزد، همون که برای ما ایرانی هم زده بود. اون دیگه بلند شد رفت و اینا، یک پرده ای رفت کنار، اونور چند تا نوازنده روس نشسته بودن، خانم و آقا با لباسای محلی، با سازای خودشون، قشنگ یه سازای خیلی خاص و باحال. شروع کردن موسیقی روسی زدن و میخوندن و موسیقی که مال رقص بود. دیگه همه پاشتن رقصیدن، خانم و آقا میرقصیدن. بعد یه سری دیگه رفتن کنار، مثلا چند تا خانم رقصیدن. اونا خانمایی هم که میرقصن با آقایونش لباسای محلی داشتن، البته میهمانان هم با اونا همراهی میکردن. خلاصه دیگه رقصیدن و دوباره نشستیم و صحبت و فلان اینا. دیگه اون گروه موسیقی رفتن، دوباره اون کسی که پیانو میزد رفت پشت پیانو نشست، شروع کرد یه آهنگی رو نواختن و فلان. یفتیم کم کم بلند شدن خانم و آقا با هم دیگه شروع کردن رقصیدن و موسیقیش اصلا اینطوری بود که حتما با 2 نفر با هم دیگه خانم و آقا میرقصیدن. قبلش همه میرفتن دیگه، هر کی می‌خواست میرفت میرقصید. خلاص همه پاشون رقصیدن و فلان اینا. من همینجوری مونده بودم چون ما تو این جوای اینطوری نبودیم، ندیده بودیم این چیزا رو. خب برامون خیلی عجیب بود، خیلی سخت بود، یه جایی حالمون گرفته میشد، نمیدونستیم چه عکس العملی نشون بدیم، نمیدونستیم واقعا چجوریه. البته طی این روزایی که اونجا بودیم فهمیدیم که یا عالمه از این خارجیایی که اونجا بیشتر از ما گند میزنن، بیشتر از ما این چیزایی که اونجا میبینن به چششون عجیبه. متا خب اونا خیلی ریلکس‌تر برخورد میکردن. بالاخره تو تمام اونا تنها کسی که با همسرش هم اومده بود من بودم و برای همین حالا من بالاخره یک همصحبتی داشتم که حالا چیکار کنی فلان اینا. آقا دیگه همینجوری شروع کردن رقصیدن و اینا. بعد یه دفعه شهردار بلند شد، یه نگاهی تو جمع کرد. خلاصه بعد اینا همه به هم دیگه چیزی میگفتن، کسایی که داشتن تا اون موقع میرقصیدن زن و مرد رفتن نشستن. شهردار بلند شد، شهردار می‌خواست یه خانم رو انتخاب کنه برای اینکه باهاش برقصه و همینجوری اومد نگاه کرد، چشش به خانم من افتاد. بعد حساب کن من اینجا نشستم، خانمم اینجا، کاملم اینجاست. شهردار اومد اونور میز وایستاد و دست چپ بود، راستش گذاشت عقب، یه چیزی گفت، برگشت یه چیزی گفت، بعد شروع کرد با خانمم صحبت کردن. بعد کامل نگاه کرد که ترجمه کن. کامل گفتش که سیما خانم بلند شو برقص با شهردار، شهردار از تو تقاضای رقص میکنه، افتخار به تو داده، منت بر سر تو گذاشته و بر تو رقص دعوت کرده. یه جملات عجیب غریب. بعد یه خانم برگشت گفت آقا کامل ما که نمیرقصیم، ما اصلا نمیرقصیم. من به کامل گفتم کامل من تو عروسی با خانمم به سختی رقصیدم، من خانم اصلا نمیرقصه، ما اصلا همچی رسم و رسومی نداریم، اصلا خانم بلد نیست الان باش برقصه، ما بلد نیستیم مدل رقصی که اینا دارن. بعد گفتم که بهش بگو آقا مثلا ما مسلمونیم، ما اینطوریه فلان اینا. خلاصه کامل شروع کرد صحبت کردن به روسی و اینا، گفت اینطوری و اینا.
بعد یه سکوتی چیز شد. حساب کن شهردار اومد به خانم من گفت بیا برقص با من و خانم من تقاضای رقصشو رد کرد. بعد جالبی که شهردار اومد همینجوری عذرخواهی کرد، خیلی شدید عذرخواهی کرد به خاطر این چیزی که گفته و اینا. حالا نمیدونم باز کامل چه جوری بهش گفته، احساس میکنم خیلی بدتر اینو بهش گفته بود، یعنی انگار به شهردار گفته بود که تو داری الان توهین میکنی. نمیدونم احمق چه چیزی گفته بود. و این کامل جلوتر بهتون میگم انقدر دیوونه بازی در آورد، انقدر ترجمه نکرد برای ما یا انقدر بد ترجمه میکرد که روز 4 بود ما کامل کلا گفتیم آقا بیخیال شه. به رئیس موزه گفتم آقا مترجم نمیخوام و کامل رو رد کرد رفت. یک گندای این زد، یک آبروریزی کرد که حالا بعدا بهتون میگم. خلاصه شهردار دیگه اومد با یه خانومی دیگه شروع کرد رقصیدن. همه نشسته بودن، با اون خانم شروع کرد رقصیدن، مثلا شاید 3-4 دقیقه. بعد دوباره موقعی که نشست دوباره مثلا یه حالتی که از ما عذرخواهی کنه و فلان اینا. بعد یه اتفاق خیلی جالب و باحالی که افتاد، 10 سال بعد من اون جشنواره رو سرچ کردم، چون اون جشنواره ادامه دار بود، گمان کنم هنوزم ادامه داشته باشه. سرچ کرده بودم فلان اینا. بعد دیگه قشنگ میتونستی ترجمه کنی، فلان بکنی، کپی پیست کنی، ترجمه کنی. یه جا دیدم که یه چتیه در رابطه با اولین دوره جشنواره سورگوت. کیا تو اون چتن؟ رئیس موزه، اولگا، چند تا از این خارجی‌ها اینا، چند تا کسایی که روسی بود، همش روسی بود. بعد دیدم که عکسای ما هم گذاشتن، یعنی تو یکی از عکس‌ها من خانومم تو یکی از عکس‌ها شهرداره یا عکسایی که کنار بیلبوردها گرفته بودی، فهمیدم تو متن راجع به ما صحبت شده. من اینا رو کپی پیست کردم از روسی به فارسی و اینا. دیدم که خیلی جالبه. 10 سال بعد از این ماجرا که دارم تعریف میکنم، مثلا این رئیس موزه نوشته بودش که مثلا عجیبه، باورتون میشه که مثلا یک خانومی تقاضای رقص شهردار رو رد کرد؟ این اصلا در تاریخ ما یه همچین چیزی نداشتیم. زنای اینجا همه آرزو دارن، همه ما آرزو داریم با شهردار برقصیم. خلاص یک اتفاق خیلی خیلی باحال افتاده بود. ما اونجا نشستیم و اینا، تموم شد قضیه دیگه. آخرای چیز بود. بعد تو مراسمشون اینطوری بود که خانوما بلند شدن، یه جا آقایون بعد از شهردار بلند شدن، آقایونی که وایستاده بودن و میگشتن یه خانومی رو پیدا میکردن و ازش درخواست رقص میکردن. اینا درخواست رقص کردن، مثلا 5 دقیقه رقصن نشستن. بعد خانوما بلند شدن از آقایون درخواست رقص میکردن. بعد دفعه این کامل به من گفتش که الان که زن شهردار از تو تقاضای رقص کنه. گفتم بابا کامل من چیز کردم؟ من بهت نگفتم. تو گفتی زن تو بر شهردار نمیرقصد، تو که میتوانی نمیدونم برقصی فلان. خلاصه گیر داد که من با زن شهردار برقصم. زن شهردار میگه تو اصلا انتخابش جز من نبودم، ولی یه جوری میگفت که اگه بخوای میتونی مثلا باش برقصی. زن شهردار اومد از جلوی میز ما رد شد، آقایون نگاه کرد و اصلا افه اینطوری بود که مثلا خانم‌ها یا آقایونی که بلند میشدن از افراد غریبه درخواست رقص میکردن، مثلا به همه نگاه میکردن، همه لبخند میزدن. بعد مثلا افه میگفتش که مثلا شما، بعد میرفت یه جمله میگفت بلند میشد. زن شهردار اومد مثلا به ماها نگاه کرد، به خارجی‌ها نگاه کرد. یه نفر تو ما بود مال رومانی بود، آدم خیلی باحالی هم نبود. این جزو کسایی بود که همون شب که ما رسیدیم سورگوت، اولین بار که اولگا رو دید و کف کرده بود اینا، نیم ساعت اولگا تو بغلش بود. یا آدمی بود یه خورده نمیدونم، حالا به قول خود ما یه خورده هیز بود، یه خورده نمیدونم یه کار عجیب غریبی میکرد، افراط میکرد. جزو کسایی بود که مشروب میخورد، مست میکرد، عجیب غریب. شعر یه دفعه میرفت رو صندلی وای میستاد شعر میخوند. اینا تو این چند روزی که ما اونجا بودیم اتفاق افتاد. خلاصه این زنه دیگه البته قیافش باحال بود، خوش قیافه بود این رومانیاییه. خانمه این ور ور نگاه کرد، این دفعه به رومانیایی گفتش که تو بلند شو. دیگه اونا با هم دیگه رقصیدن و نشستن و اینا، تا اینکه دیگه خداحافظی کردم و اینا. شهردار آخر سر که داشت میرفت از میهمانای خارجی دعوت کرد که شما آخرین شبی که اینجا هستین میهمان من هستین توی کاخ من. یه کاخ داشت، عین این کاخ مثل قصر بود، عین این چیزایی که تو فیلم ها دیدین، مثلا قلعه بود، دالبر داشت. اینه که سربازا بالاش وای میستن توی جنگلای سیبری که ما رفتیم اونجا، که خود اون خاطرش خیلی باحاله که الان بهتون نمیگم. ولی شهردار اومد دعوت کرد از ما، گفت آخرین شب شما میهمان هستین در کاخ من برای شام، شما بعد از ظهر میان اونجا. و یه چیز خیلی خاص و عجیب غریب گفت. به ما گفتش که
شما آموزش تیراندازی میبینید با سگ، با سورتمه و سگ و چند نفر از مثلا دوستای من، از همکارای من، نمیدونم از شکارچیای من، میرید شکار گوزن و اینا، شکار که کردید اطراف قصر برمیگردید شام میهمان من هستید، که اینا رو حالا همه رو بعدا بهتون میگم. الان میخوام خاطرمو تموم کنم و چون خیلی طولانی میشه، تو حالا قسمت‌های بعدی میگم خاطره کامل سفر به سورگوتو، که حالا بعدا میبینید که چه اتفاقای عجیب غریبی افتاد. میخوام راجع به این کامل صحبت بکنم که چه کارهایی میکرد و چقدر عجیب بود کارش. و یه چیز دیگه ای که به نظر من الان باید خدمتتون بگم اینه که بسیاری از ما کسایی که کار هنری میکنیم دعوت میشیم به کشورهای دیگه برای گرفتن جایزه، برای نمایش فیلممون، برای برگزاری جشنواره ها. خانمای محترمی که همسرتون هنرمنده، میخوام برای زیراب بزنم، زیراب خودمون رو بزنم، زیراب مردا رو بزنم. خانمای محترمی که همسرتون هنرمنده، اگر همسرتون به یک جشنواره خارجی دعوت شد و شما بهش گفتین که منو ببر و همسرتون گفت که نه فقط به من ویزا دادن، فقط هزینه های منو میدن، این همه الکیه. هر جشنواره خارجی اگر دعوت کنه از یک هنرمند و اگر اون هنرمند بگه من یک همراه دارم یا مخصوصا با همسرم میخوام بیام، اونا خیلی کیف میکنن، خیلی لذت میبرن. ما خودمون تو ایران که جشنواره‌های مختلف کاریکاتور و انیمیشن و فیلم رو برگزار کردیم، اگر از یک خارجی به عنوان داور و یا به عنوان برنده دعوت میکردیم و اون خارجی میگفتش که من با همسرم میخوام بیام یا با دخترم یا با پسرم یا حالا با یک همراه، تو خود ایران ما نه نمیگفتیم دیگه، چه برسه به خارجی ها. ممکنه یه جای نمه گدابازی در بیاره بگی من پول بلیط هواپیمای رفت و برگشت همسرتو نمیدم، ولی مطمئناً هزینه اقامت، هزینه نمیدونم خورد و خوراک و گردش و اینا رو متقبل میشن و از اینی که یک هنرمند با همسرش بیاد خیلی لذت میبرن خارجی ها و ما هم لذت میبریم. منتظر خاطره بعدی شهر سورگوت باشید.